امردین الووشوف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و از رهبران با نفوذ جمعیت زادگان بدخشان در روسیه را که به 18 سال زندان محکوم شد و در محبس واقع در کنار شهر وحدت ادای حکم میکرد، از این محبس دیگر باره به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه آوردند. ژورنالیست انورا سرکورова که اساساً رویدادهای بدخشان را پیگیری میکند، روز 22 سپتامبر سال 2022 با تکیه به منابع خود خبر داد که 3 سال از حکم الووشوف را گویا به محبس پوشیده عوض کردند و سبب به بازداشتگاه برگرداندنش هم همین است. پیوندان الووشوف نیز به بازداشتگاه دوشنبه آوردن او را تصدیق کردند، ولی در مورد سبب چنین تصمیم مقامات اظهار بیخبری کردند. ولی رادیوی آزادی با تکیه به یک همصحبتش از بازداشتگاه دوشنبه گفت الووشوف را برای شاهدی دادن در مرافعه گنرال خولباشف از محبس به اینجا آوردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در یک جلسه پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه این گنرال قشونهای مرزبانی تاجیکستان را به حبس ابد محکوم کرد.